سلام برو بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو و اینکه بدون حرف اضافه شروع کنیم. لوسی و ریچارد دم در هتلی وایسادن که ریچارد اونجا قرار داره و باید یه محموله رو به دست کسی برسونه، ولی ریچارد نمیخواد خودش با طرف روبرو بشه و به لوسی میگه تو بیا برو تحویلش بده، ولی لوسی به هیچ عنوان قبول نمیکنه که بره داخل. اصرار از این، انکار از لوسی، تا بالاخره ریچارد مجبور میشه که مقدار پولم به عنوان پاداش میذاره جایی که لوسی از داشته‌هاش محافظت میکنه و میفرستتش داخل. لوسی میره پذیرش هتل و میگه میخوام آقای جین رو ببینم. جینم چون میبینه با یه اسم دیگه‌ای دارن محموله رو تحویل میدن شک میکنه و میگه بهش بگو همونجا وایسه چون به نفعشه و تکون نخوره. لوسی خوشگل کوچولو یهو میبینه که چند تا بیگ بوی دارن میان سراغش. از این طرف هم ریچارد لوسیو میارن بالا و میذارنش جلوی جین و هرچی اون میخواد از خودش دفاع کنه که ریچارد منو فرستاده اینجا، اصلا کسی به حرفاش توجهی نمیکنه چون اونا اصلا انگلیسی بلد نیستن. جین مجبور میشه زنگ بزنه به مترجمش که بتونن با هم دیگه صحبت کنن و لوسی خوشحال میشه که بالاخره یه نفر اینجا هست که حرفشو میتونه متوجه بشه. مترجم میگه آقای جین میخواد بدونه که داخل کیف چیه. از اون طرف هم لوسی میگه من خودم نمیدونم داخل کیف چیه. در این کیف قفله و ریچارد اینو به من داد که تحویلش بدم به آقای جین. جین هم رمز کیفو بهش میده و میگه بازش کن. با کلی استرس لوسی کیفو باز میکنه و میبینه که داخلش و جین خیالش راحت میشه که محموله درست به دستش رسیده و همون چیزی که میخواسته است و میخواد چند تا دونش روی یه موش آزمایشگاهی بدبخت امتحان کنه که این بلا سرش میاد. لوسی که حسابی ترسیده از این طرف جین ازش خوشش اومده و بهش اعتماد میکنه و یه کار بهش پیشنهاد میده که لوسی میگه من کار نمیخوام، فقط آزادم کنید که برم، ولی حق انتخابی که خودش نداره. از این طرف هم پروفسور دانشگاهی داره در مورد تکامل انسان و جانوران و حیات صحبت میکنه. اون میگه زندگی موجودات روی زمین به میلیون‌ها سال قبل برمیگرده. بیشتر گونه‌ها فقط 3 تا 5% از ظرفیت مغزشون رو استفاده میکنن، ولی انسان از 10% مغزش استفاده میکنه که با همین مقدار ما کار میکنیم، اختراعات و اکتشافات انجام میدیم و غیره. و تنها موجودی که بهتر از ما از مغزش استفاده میکنه دلفینان. اونا از 20% مغزشون استفاده میکنن. دلفینا با امواجی که مغزشون میفرسته میتونن حتی جسم پشت یه تخت سنگ که با چشم دیده نمیشه رو متوجهش بشن که چیه و به چه شکله. لوسی توی یه اتاق با این وضع به هوش میاد و یه لندهور میاد سراغش و بهش میگه حجاب کن خواهرم، این چه وضعشه؟ اونو میارن پایین و میپرسه که با شکم من چیکار کردین، که دکتر بهش میگه نگران نباش، ما فقط چند تا بسته رو توی شکم تو و چند نفر دیگه جاساز کردیم و قراره به وسیله شما اینا رو به نقاط مختلف دنیا قاچاق کنیم. ماده‌ای که قراره کل دنیا عاشقش بشن، ماده‌ای به نام CPH4 و هر کدومتون که خواسته باشه خودشو به پلیس معرفی کنه اعضای خانواده‌اش کشته میشن. پروفسور میگه زمان هدف هر کدوم از سلولای بدن ماست، یعنی میخوان داشته باشنش که برای رسیدن به این هدف فقط 2 تا راه حل پیش رو دارن: فناناپذیر بودن یا زاد و ولد، که اگه محیط زندگیشون به اندازه کافی مناسب و دارای مواد غذایی نبود فناناپذیری رو انتخاب میکردن، و از طرف دیگه اگه محیط زندگی مناسب باشه، در این حالت اگه سلولا بمیرن اطلاعات مورد نیازشون رو به سلولای بعدی منتقل میکنن و به همین ترتیب پیش میرن. لوسی رو با یه پرواز به مقصد مورد نظر میرسونن و یه جا قرنطینه‌اش میکنن که یه یارویی میخواد بهش تجاوز کنه، اما اون مقاومت میکنه و طرفم عصبانی میشه و چند تا لگد نثار شکم لوسی میکنه. ضربه ها باعث میشه اون کیسه داخل شکمش پاره بشه و اون مواد شروع به پخش شدن داخل بدن لوسی بکنن که فقط با مقداری از این مواد اون حالا اولین انسانیه که میتونه از 20% از ظرفیت مغزش استفاده کنه. پروفسور میگه اگه بتونیم از 20% ظرفیت مغزمون استفاده کنیم توی مرحله اولیه، این قدرت به ما داده میشه که بتونیم روی بدن خودمون کنترل داشته باشیم.
و اگه این درصد به 40 برسه میتونیم حتی بقیه رو هم کنترل کنیم و بعد از کنترل خودمون و دیگران میتونیم به کنترل ماده برسیم. اینجا واسه هممون یه سوال پیش میاد که اگه بتونیم از ظرفیت کامل مغزمون یعنی 100% استفاده کنیم چی پیش میاد؟ پس این فیلم رو تا آخر ببینید. حالا لوسی 20% انگار اخلاقش هم عوض شده و میخواد یه حالی به رفیقمون بده، ولی نه، اون استفاده مثبت میکنه و این جوری حالش رو میگیره. بدنی که تا حالا دستش به اسلحه نخورده اینطوری میتونه یه نفر رو بزنه و هیچ دردی هم حس نکنه. حتی میتونه از راه دور صدای مکالمه تلفنی بقیه رو هم بشنوه. سرعت، جسارت و اعتماد به نفس لوسی به شدت بالا رفته و از هیچ چی ترسی نداره. اون میره توی اتاق عمل یه بیمارستان تا کیسه رو از توی شکمش در بیارن. اون حتی علم اینو پیدا کرده و میدونه که اون مریضی که توی اتاق عمله از توموری که توی مغزشه میمیره. و به دکتر میگه وقتتو تلف نکن و خودش اونو میکشه و به دکتر میگه کار منو راه بنداز. اون همون لحظه به مادرش زنگ میزنه و میخواد احساساتشو باهاش در میون بذاره. میگه خیلی چیزا رو دارم احساس میکنم. هوا، فضا، خونی که توی رگام در جریانه، حتی مزه شیری که ازت خوردم الان زیر زبونمه. و از مادرش به خاطر بوسه هایی که دوران بچگیش میکرددش و الان داره روی گونه هاش احساس میکنه تشکر میکنه. بعد از اون لوسی میاد سراغ جین و اینجوری تلافی میکنه. لوسی برای که اون مواد آبی که توی بدن بقیه جاساز کردن دست آدم ناجور نیفته وارد حافظه جین میشه و آدرس مقصد تک تک اون افراد رو در میاره. لوسی میاد خونه دوستش و بهش میگه لپتاپ تو چند دقیقه‌ای لازم دارم. اون توی اینترنت دنبال فردی میگرده که توی این زمینه تحقیقات انجام داده باشه که با پروفسور آشنا میشه و شمارش رو پیدا میکنه. بهش زنگ میزنه و میگه من همین الان تحقیقات شما رو درباره مغز انسان خوندم و باید همدیگر رو ببینیم. پروفسور بهش میگه 20 سال تحقیقات منو تو چجوری همین الان خوندی؟ که لوسی بهش میگه 6735 صفحه، اگه بخوای میتونم همه‌شو از بر برات بگم. که یهو تصویر لوسی تو تلویزیون روی پروفسور ظاهر میشه. بهش میگه من از 28% ظرفیت مغزم دارم استفاده میکنم و کم کم دارم توانایی کنترل بدن دیگران رو به دست میارم. علاوه بر اون میتونم امواج الکترومغناطیسی رو هم کنترل کنم. حس درد و ترس ندارم، حتی حس شهوت. دانش همه چی رو دارم، فیزیک کوانتوم، ریاضیات کاربردی. لایک و سابسکرایب کردن واسه تو خیلی آسونه، ولی واسه من یه قدم به حساب میاد و خیلی ارزش داره. پس ممنون میشم اگه همین الان انجامش بدی. پروفسور بهش میگه اگه از من میپرسی که چیکار کنی باهاشون، من بهت میگم که به دیگران منتقلشون کنی و در اختیار بشر قرارش بدی. که لوسی بهش میگه تا 12 ساعت دیگه میام پیش تو و تصویرش رو قطع میکنه. اگه یادتون باشه لوسی وقتی میاد پیش دوستش اونو بغل میکنه و وقتی که میخواد از پیشش بره بهش میگه کلیهات به خوبی کار نمیکنن و کبدت مشکل داره. باید تغییراتی توی روش زندگیت بدی. گنگکاریایی که لوسی تا الان توی بیمارستان و همه جا کرده داره توی رسانه خبرش پخش میشه و پلیس کل کشور دنبالشن. که واسه اون این مسئله زیاد مهمی نیست و با قدرتی که اون الان روی خودش داره در لحظه تغییر ظاهر میده. همونجام به پلیس زنگ میزنه و میگه من اطلاعاتی درباره یه گروه از حاملین مخدر دارم که میخوام باها در میون بذارم. طبق معمول پلیس میخواد اطلاعات اونو بپرسه که لوسی بدون شوخی بهش میگه که گوش کن، پاشو بشین رو صندلیت و خودکار قرمز تو بردار و هر چی که بهت میگم و یادداشت کن. از اینجا به بعد لوسی داره از 30% ظرفیت مغزش استفاده میکنه. به پلیس میگه که 3 نفر حامل مواد مخدرن که دارن میان اروپا و میخوام واسم بگیریشون و همون لحظه تمام مشخصات و عکس اون 3 نفر رو روی سیستم جلوی پلیس ظاهر میکنه. پلیس هم به راحتی با اطلاعاتی که لوسی در اختیارشون قرار داده اون 3 نفر رو دستگیر میکنه. از اینجا به بعد لوسی داره از 40% ظرفیت مغزش استفاده میکنه. از این طرف هم لوسی داره پرواز میکنه به سمت پلیس و موادا که یهو توی هواپیما متوجه میشه که سلولای بدنش دارن طبق گفته پروفسور فناناپذیری رو انتخاب میکنن و از هم دیگه میپاشن. اون مجبور میشه برای زنده نگه داشتن سلولای بدنش مقدار زیادی از اون ماده رو دوباره مصرف کنه و حالا لوسی داره از 50% ظرفیت مغزش استفاده میکنه.
اون میرسه به مقصد و با پلیس روبرو میشه. پلیس بهش میگه تکون نخور، ولی لوسی به همین راحتی اونا رو خلع سلاح میکنه و میگه میخوام باهات تنها صحبت کنم. لوسی ازش میپرسه که اون 3 نفر رو دستگیر کرده و بسته ها رو به دست آورده، که پلیس هم بهش میگه بله گرفتیمشون و جاشون امنه. لوسی که الان فرکانس ها رو هم میتونه ردیابی بکنه به وسیله بیسیم ماشین پلیس متوجه مکالمه جین با دار و دستش میشه که اونا الان دنبال موادن و میخوان به دستشون بیارن. همین که میفهمه اونا خیلی به مواد نزدیک شدن، به پلیس میگه داداش مگه داری عروس میبری؟ خودت میشینی اونور یا پرتت کنم و خودم بشینم پشت فرمون. پلیس اون 3 نفر رو آورده بیمارستان که بسته ها رو از شکمشون در بیارن. یهو دار و دسته جین سر و کلهشون پیدا میشه و پلیسا رو میکشن و حالا اختیاردار اون 3 نفر جینه. لوسی که داره با سرعت به سمت اونا حرکت میکنه و پلیس هم اینجوری کنارش چسبونده، ازش میپرسه که همیشه اینجوری رانندگی میکنی؟ و لوسی بهش میگه که اولین بارمه که دارم پشت فرمون میشینم. لوسی سر بزنگاه موقعی که افراد جین دارن با بسته فرار میکنن از راه میرسه. حالا لوسی توانایی استفاده از 60% ظرفیت مغزشو داره که فقط با استفاده از درصدیش این بلا رو سرشون میاره و مواد میگیره و میره. و میره سمت پروفسور. بهش زنگ میزنه و پروفسور میگه که من خونه نیستم، بیا دانشگاه که اینجا در موردت با چند تا از همکارام صحبت کنیم. پروفسور که درگیر آدرس دادن و کی میرسی و اینجور چیزاست، یهو میبینه که لوسی جلوش سبز شد. پروفسور میخواد همکاراشو به لوسی معرفی کنه که اون میگه من همشونو میشناسم. جین و افرادش دوباره لوسی رو پیدا میکنن و لوسی متوجه این میشه که اونا دارن وارد میشن تا بکشنش. به پلیس میگه لطفاً مراقب باش چون من باید یه کار بزرگ انجام بدم و تمرکز کنم. از لوسی میپرسن چطور به این همه اطلاعات دست پیدا کردی، که اون میگه تکانه‌های الکتریکی هر سلول با سلول دیگه صحبت میکنه. اونا در هر ثانیه 1000 بیت اطلاعات رو بین خودشون منتقل میکنن. سلولا که کنار هم جمع میشن یه شبکه از ارتباطات عظیم رو به وجود میارن. اونا تغییر شکل میدن، دوباره شکل میگیرن، فرقی نداره، همش یکیه. انسانا چون خودشونو منحصر به فرد میدونن، به خاطر همین کل فرضیه وجودشونو روی منحصر به فردی خودشون پایه‌ریزی کردن. عدد 1 واحد اندازه‌گیری اوناست، اما اینطور نیست. تمام سیستم‌های اجتماعی که ما ساختیم، یعنی همون واحدها و فرمولا و فرضیه‌ها، فقط یه طرح کلیه. این تمام چیزیه که ما یاد گرفتیم، اما 1 به علاوه 1 هیچ وقت برابر 2 نیست. در واقع نه عددی وجود داره و نه حرفی. منظور واحدهای اندازه‌گیریه. ما حیاتمون رو اینجوری به خودمون خوروندیم و باعث درکش شدیم تا در اندازه بشر بشه و برامون قابل درک بشه. ما این واحدها رو ساختیم تا اندازه غیر قابل اندازه‌گیری رو فراموش کنیم. پروفسور ازش میپرسه اگه انسان‌ها واحدهای اندازه‌گیری نیستن و اگه دنیا با قوانین ریاضی پیش نمیره، پس با چی داره میشه؟ لوسی در جواب بهش میگه اگه از یه ماشین که با سرعت حرکت میکنه فیلم بگیری و سرعت فیلمو به بی‌نهایت برسونی، ماشین ناپدید میشه. اینجا چه دلیلی برای اثبات موجودیت اون ماشین داری؟ زمان چیزیه که حقانیت وجودش رو ثابت میکنه. زمان تنها واحد حقیقی اندازه‌گیریه. بدون زمان هیچ کدوم ما وجود نخواهیم داشت. لوسی میگه که وقت رفتنه و باید کاری که میخوام انجام بدم. اون ازشون میخواد که تمام مقدار مواد باقی مونده رو از طریق سرم بهش تزریق کنن تا درصد استفاده از مغزش بالا و بالاتر بره. تزریق مواد رو شروع میکنن. از این طرف پلیس با جین و افرادش درگیره که جلوشون رو بگیره و نذاره دستشون به لوسی برسه. از طرف دیگه لوسی با قدرت ذهنی که داره برای ساخت اون ابر کامپیوتر و ثبت اطلاعاتش به شدت تمرکز کرده و هر لحظه داره درصد توانایی‌های استفاده از مغزش بالا و بالاتر میره. اون داره دنبال انرژی و ماده میگرده. سعی داره حتی به کامپیوترهای اونام وصل بشه. لوسی الان داره از 80% ظرفیت مغزش استفاده میکنه. 90%. اون الان میتونه در لحظه در هر نقطه از دنیا و در هر زمان از تاریخ که میخواد باشه. میتونه زمان رو متوقف کنه، عقب و جلوش کنه. انقدر به عقب برمیگرده که حتی یه دایناسور رو میخواد بخورش. اون حتی داره زمانی که حیات شکل گرفته رو میبینه، زمانی که حتی زمین به وجود اومده.
لوسی حالا داره از 99% مغزش استفاده میکنه. جین بالاخره هر جور که شده خودشو میرسونه بالا سر لوسی و لوسی داره همینطور به عقب و عقب‌تر برمیگرده. اطلاعاتشو ثبت میکنه تا برسه به زمانی که ببینه همه چی چجوری به وجود اومده، یعنی نقطه صفر دنیا، بیگ بنگ. به محض اینکه جین میخواد بهش شلیک کنه، لوسی میشه 100% و پلیس از راه میرسه و کار جین رو تموم میکنه. از یه طرفم لوسی به وسیله اون ابر کامپیوتری که ساخته بود تمام اطلاعات و دانشش رو تبدیل به یه فلش مموری میکنه و به پروفسور تحویل میده. پلیس که دیر رسیده و تمام این صحنه ها رو از دست داده میپرسه اون کجاست؟ لوسی هم از طریق گوشی موبایل پلیس بهش جواب میده و میگه من همه جا هستم. لوسی حالا تبدیل شده به انرژی، به خدا و هر چی که تو برداشت کردی و اسمشو میذاری. این فیلم یه جمع‌بندی کلی از احتمالات موجود بود. آقا خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. سابسکرایب یادتون نره و اینکه فیلم زندگیتون تپنده و با درامای شاد. تا ویدیوی بعد، فعلا.